Assalomu alaykum. با همه شما سلامتی خواهان هستم. یک لحظه چشمان را بپوشیم، همین چشمان را بپوشیم و خیالات به دوره بچگی، یعنی یک لحظه چشمان را بپوشیم. یگانه چیزی که زود می رود این خیال است. حاضر اگر تصور کنید، خیال کنید شما در امریکا می شوید، در هر کجایی که خواهید، در هر دوره. اگر گویم که مادر رو یاد کنید، دوره بچگی، یک لحظه چشم می پوشید، همون خیال می روید، همون دنیا. پس بیایید یک لحظه چشمان را بپوشیم و دوره بچگی را یاد داریم. کدامی از دوره ها نباشد. رفتیم. دوره بچگی دوره طلایی است. برای چی طلایی میگوین؟ خودی حضور چقدر خسته هستیم. همه معما دارد، معمای روزگار، تشویش، دب و تاز. اما بعدن حالت ها می شد. من که خسته می شدم سوال می کردن که خستگی را چگونه برطرف می کرده. وقتی که بسیار خسته می شدم، زندگی فشارهایش بالایم می آمد، می بر آمدم بچه هایی که بازی دارن در کوچه تماشاشان می کردم و همین طور دوره بچگی را یاد می آوردم. چون بچه که بودیم هیچ کاری نداشتیم. خوردن بود، خوابیدن بود، بازیدن بود. دیگر هیچ معما نبود. یاد دارم خورده چقدر آرزو داشتیم. هر یکی آرزو داشتیم کلان شوم این میشوم، کلان شوم وی میشوم. اما روز از روز که کلان شدیم آرزوهایمان کم شد، چون به حیات حقیقی قدم ماندیم. پستی و بلندی زندگی را دیدیم، نامردی هایش را دیدیم. بعد آرزوهایمان تا رفت کم شد. به تقدیرمان تن دادیم. آنچه که آرزوش داشتیم در بچگی نشد. اکثری ما بچه بودم، می دویدم از قفای پرستو. ای کاش وی را نمودم لانه های پرستو. بچه بودیم، پرستو فرشتو رو لانه میکرد، بعدن لانهش رو ویران میکردیم. باز امسال میدیدیم میومد. ای پرستو آمدی، خوش آمدی بر لانت، باز هم آباد کردی لانه ویرانت. بهاری بگذشته آمد، لیک بچگیم نیامد. بهاری بگذشته آمد، بچگیم
کوچه ها پر از بچه، اما من دیگر بچه نیستم. حیفی دوری بچگیم چون که بچه نیستم. کوچه ها پر از بچه، اما من دیگر بچه نیستم. وقتی خیال میکنی این دوره های بچگی را دوباره زنده میشوی، دوباره روحیت بلند میشود، چون بچگی دوره طلایی است. تمام شرایطمون مهیا است. پدر مادر سرمان، هر چی که باشد. فقط مادر فریاد میکرد، در کوچه بازی میکردیم که بچه‌م بیا خوراکت را خور، بچه‌م مکتب رفت. اینا کی دوستانی دهش را یاد دارد. اکثر ما وقتی که بزرگ شدیم عائله دار میشویم، باز از همان خانه میرویم، چون خانه برای میراثی خردها میماند. دادرکان کیو دارد که همون دوستانی که در خردی مکتب میرفت، در خردی در کوچه بازی میکردن، کیا دارد؟ ببینیم که چقدر وقت زود میرود. وقت به مانند باد است، میرود. هرچی که توانستیم از او استفاده بردیم، خاطر میاریم. وقتی که یاد میاری همون کوچه را، همون دوستانی کوچه را، بسیاری ها هم به مانند ما رفتن به هر کجا و اکثرش هم این عالم را پدرود گفت. در بین وقتی که چند سال میگذرد، میروی کوچه ها برویت قریب که بیگانه است، چون همون دوستانی که داشتی در هر طرف هستند. دیگر خردها که بزرگ شدن نه تو را میشناسن نه تو آنها را میشناسی. این بود یک پارچه از خیالات که خیالات ما را به همان دوره بچگی برد که بچگی را، دهه را، خانه را، دوستان را و همه اطراف را یاد کردیم. به قدری وقت برسیم چگونه ای که یاد کردیم گویا که دیروز بود اما چند سال گذشت، همین طریق می رود. به قدری وقت باید برسیم. وقت را صبرناک استفاده بریم. آدمان خوشبخت، آدمان پیشرفت از ما زیاد وقت نداره. همه برابر 24 ساعت وقت داریم، اما برای پیشرویشان وقت جدا میکنن تا که صبرناک استفاده برن. در آخر ما اونقدر بکار داده شده ایم، اکثر عبادت را در جای دو میگذاریم. یعنی که کار میکنیم میگیم سرکار هستم، وقت نمییابم که عبادت کنم. ما برعکس میگم ای کار نگو که من نماز دارم، ای نماز گوی که من کار دارم. یک مقوله است بین ما: راست قول باشید، راست بزید و عبادتتون را سری وقت انجام دهید. این یکی از وظیفه خردک که ما بود که ما گفتیم و یادآور شدیم. ما برای عبادت کار میکنیم. ما برای عبادت کار میکنیم تا که قوه بشود، یعنی که معاش میگیریم این تا که غذا بخوریم، قوه بشود و خالق خود را ستایش کنیم.
اینقدر نعمت داده از پروردگار، اگر عبادت نکنیم ما از بندگان ناشکر هستیم. اما هر نفری که ما رو تماشا میکند امید داریم که این هر دو را آمیخته نمیکنن. یعنی که میگن که ای کار تو ایست، من عبادت دارم. یعنی چون باز میگیم کار میکنیم به خاطر قوه بگیریم، کار میکنیم به خاطر پیشروی، به خاطر هر چیزی که به ما قوه بشود، به ما یک تکیهگاه شود تا که ما عبادتمان را کنیم. خداحافظ، شما را دوست می‌دارم. تا برنامه دیگر. بچه بودم میدویدم از خفای پرستو، عیشه را ویران نمودم لانه های پرستو. بچه بودم میدویدم از خفای پرستو، عیشه را ویران نمودم لانه های پرستو. ای پرستو آمدی، خوش آمدی بر لانه، بازم آباد کردی لانه ویرانه. ای پرستو آمدی، خوش آمدی بر لانه، بازم آباد کردی لانه ویرانه. بهاری بگذشته آمد، بچگیم نیامد. پرستو برگشته آمد، بچگیم نیامد. بهاری بگذشته آمد، بچگیم نیامد. پرستو بر لانه برگشت، بچگیم نیامد. حیفی دوری بچگیم، چون که بچه نیستم. کوچه ها پر بچه اما من به کوچه نیستم. حیفی دوری بچگیم، چون که بچه نیستم. کوچه ها پر بچه اما من به کوچه نیستم. بچگیم بچگیم دوره های بغبار، بهترین ایام بگذشت مثل یک فصلی بهار. بچگیم بچگیم دوره های بغبار، بهترین ایام بگذشت مثل یک فصلی بهار. بهاری بگذشت آمد، بچگیم نیامد. پرستو برگشت آمد، بچگیم نیامد. بهاری بگذشت آمد، بچگیم نیامد. پرستو بر لانه برگشت، بچگیم نیامد. بچگیم بچگیم حیفی دوری بچگیم، بچگیم بچگیم حیفی دوری بچگیم.